با مقصد تحکیم بخشیدن روند برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و هوسمندسازی بیشتر اشتراکچیان با دستور بواسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به نظامنامه این آزمون در سال 2025 نوگانی ها وارد کرده شد. همزمان مکافات پولی برای غالبان این آزمون 2 برابر زیاد کرده شده. مبلغ عمومی برای برگزاری و قدرشناسی غالبان 6,670,000 سومانی را تشکیل می دهد. حالا همکارمان زیورشاه غازیف از مرکز شهر باختر مستقیما با ما در تماس هستند. زیورشاه می گفتید که در ولایت ختنا وابسته به این تشبث سازنده چه تدبیرها اندیشیده شده است؟ تشکر. برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است امکان فراهم آورد تا هزاران نفر جوانان و نورسان و کارمندان کسب و کار گوناگون با مطالعه اثرهای منظوم و منثور از شاعران و ادیبان وطنی و خارجی دانش خود را مکمل گردانند. مورد ذکر است که با دستگیری بواسطه پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به نظامنامه این آزمون در سال 2025 نوگانی ها وارد شده، مکافات پولی ها 2 مراتبه زیاد گردیدند. در حاشیه این تشبث های سازنده حالا صحبت داریم با دیرکتور مؤسسه تحصیلات ایلاوگی منطقه باختر ولایت ختلان گلستان سفرزاده. لطفاً میگفتید که هوسمندگردانی ها از جانب پیشوای ملت با آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برای اشتراکچیان این آزمون چگونه تکان میبخشد؟ از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز در تاجیکستان محبوب ما آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من علم فروغ معرفت راه اندازی گردیده است و مقصد راه اندازی گردیدن آزمون مذکور این هرچی بیشتر کتابخوان و کتاب دوست نمودن نسل نورس و کلانسال کشور می باشد. اگر چقدر که نسل نورس کشور کتابخوان باشد همان قدر آینده تاجیکستان عزیز ما شکوفان است. نوگانی هایی که در نظامنامه سال 2025 وارد گردید این هم باشد اشتراک تمام تاجیکانی که در بیرون از تاجیکستان زندگانی میکنند میتوانند در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی اشتراک ورزیده سواد و دانش خود را سنجند و سزاوار شاه جایزه و مکافات پولی های کلان گردند. البته 2 برابر زیاد گردیدن هوسمندگردانی دور جمهوریوی و 20% بلند گردیدن دور ولایتی آزمون به شوق و ذوق خوانندگان تأثیر خود را میرساند. امروزها در همه کارخانه و مؤسسه های حدود ولایت درس های کشاد کتابخانه تشکیل گردیدند که در این درس ها غالبان آزمون دعوت کرده می شوند تا به داوطلبانی که می خواهند امسال در آزمون اشتراک نمایند صحبت و واخوری ها گذرانیده توصیه های سودمند می دهند. اشتراکچیان از شهر و نواحی منطقه باختر ولایت ختلان سال سپری شده در این آزمون به چه دستاوردها نائل گردیدند؟ در سال سپری گردیده دستاورد ولایت ختلان در دور جمهوریوی بی‌نظیر بود که نسبت سالهای قبلی خیلی فرق میکرد. در سال 2024 توانستیم 2 شاه جایزه آزمون، 3 جای یکم، 11 جای دوم و 19 جای سوم را صاحب گردیم که نسبت به همین دوره سال 2023 11 جای زیاد می باشد. وابسته به هوسمندگردانی اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در ولایت ختلان چگونه هوسمندی ها و یا دستگیری ها راه اندازی شده است؟ از طرف رئیس ولایت ختلان در سال 2025 برای غالبان دور ولایتی مکافات پولی 20% زیاد کرده شد. سال فرهنگ کتابخانه اعلان گردیدن سال 2025 در قلمرو ولایت ختلان محض در زمینه هرچی بیشتر جلب نمودن خوانندگان به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است می باشد. با مقصد در عمل تطبیق نمودن امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، قرار رئیس ولایت ختلان و قرار مجلس وکیلان خلق ولایت در مؤسسه های تحصیلات ایلاوگی منطقه باختر ولایت ختلان محفل های فروغ صبح دانایی کتاب است و فرهنگ کتابخوانی تشکیل گردیده است که هرچی بیشتر خوانندگان را به کتابخوانی و کتاب دوستی جلب نماییم. تشکر زیاد. بیننده‌های عزیز یادآور می‌شویم که صحبت داشتیم با دیرکتور مؤسسه تحصیلات ایلاوگی منطقه باختر ولایت ختلان گلستان سفرزاده.